سلام علیکم. من رحمت هستم و فاطمه همسرم. خب ما تصمیم گرفتیم که یک چینل یوتیوب جور کنیم و انگلیسی آموزش بدیم. خب ما تقریبا 2 ماه میشه عروسی کردیم. فاطمه هنوز کدام انگلیسی تا هنوز زیاد نگرفته، خیلی انگلیسیش ابتدایی است، اما نامش هم میتونه با سخت نوشته کنه دیگه. تا هنوز انگلیسی نخوانده تقریبا. البته مکتب دانشگاه خوانده اما انگلیسی نخوانده. من بیاب منی تو. خب نه میخوایم انگلیسی رو با فاطمه تدریس کنم و میخوایم در یوتیوب شریک کنیم و امیدوار هستم که شما با چینل ما سابسکرایب کنید و چینل ما رو دنبال کنید و انگلیسی یاد بگیرم. خب میخوایم از فاطمه ببینیم سطح انگلیسی فاطمه چقدر است. باید خودتان هم ببینید و با هم بخوانیم و یاد بگیریم انگلیسی را. خب فاطمه همراه فاطمه کم انگلیسی گم زن تا کلی ما بدانیم که انگلیسی چقدر یاد داره. Hello. Hello. What is your name? My name is Fatima. Where are you from? Mm, mm, uh, uh, are you from Afghanistan? So what do you do? چیکار می‌کنی؟ سرقم بگو. What do you do? چه انجام میدی؟ خوسه. خب how old are you? I am 25 years old. خب how many brothers do you have? My 4 brothers. How many sisters do you have? Sisters? One sister. One sister? My name is Sarah. I am 10 years old. I live in the small house. I have one brother and one sister. Every morning I go to school. I like my teacher and my friends. After school I do my homework, and evening I play with my sister. I sleep at 9 o'clock. خب بس اینقدر. خب دوستا ما هر روز یک ویدیو اپلود میکنیم و همچنین هر شب برای 1 ساعت لایف میام و برای فاطمه همراهش انگلیسی کار میکنیم. از انگلیسی ابتدایی شروع میکنیم تا پیشرفته و هر قدمش همراهش ما شریک میکنیم. منظور می است که هر کاری میکنیم، هر چیزی که یاد میگیره همراهش ما شریک میکنیم، ببینیم که تا 1 سال چقدر یاد میگیره. و شما قول میدیم که هر شب ویدیو اپلود میکنیم و هر شب بر 1 ساعت از ساعتی چند خوبه؟ از ساعتی 9 تا 10. آره از ساعت 9 تا 10 لایف میاییم برای 1 ساعت و ما و فاطمه انگلیسی کار میکنیم. امیدوارم ما را دنبال کنین و فالو کنین و لایک یادتان هم نره بچه. فعلا بای.